خیار قبن یعنی چی؟ یه روز محمد اومد مغازه آریان. آریان یه دوچرخه زهوار در رفته گذاشته بود دم مغازه با یه تابلو دوچرخه نایاب فقط 10 میلیون. محمدم ساده دلش خواست. گفت قیمتش گرونه ولی شاید ارزششو داشته باشه. خریدش. ولی بعد یه روز فهمید اون دوچرخه توی بازار فقط 2 میلیون میارزه. محمد زنگ زد به آقای وکیل. یعنی چی؟ منو تیغ زده. وکیل گفت خب عزیزم این میشه غبن فاحش، یعنی اختلاف زیاد بین قیمت واقعی و قیمتی که معامله شده. تو طبق ماده 416 قانون مدنی حق داری معامله رو فسخ کنی. این حق رو بهش میگن خیار غبن. محمدم با خیار غبن زد زیر معامله، پولاشو پس گرفت و دوچرخه رو پرت کرد سمت مغازه آریان. آریان هم مونده بود با دوچرخه و غرور له شدش